سلام بچه ها، هستش همین ویدیو زمان واسهتون یه دونه ویدیو دیگه کد کنم و اومدیم این با پارت دوم بازی گرشاس رازش دا. ای جانم، حالا به این بازی آغاز برواییم ببینیم چه می شود. آها، بعد یه سال لودینگ در اومد. بیادا دیگه. شک ندارم که تورک با علم به کیمیا اژدهای معبد را فراخوانده است. تاریخ نگاران دیو نقل کردند دیوهایی که به دنبال تورک به معبد رسیدند با اژدهای قران روبرو شده بودند. آنها شجاعانه تورک را کشته اما از پس اژدها بر نیامده بودند. در تاریخ ما انسانها کسی که شجاعانه جنگیده است تورک است. تاریخ را فاتحان می نویسند. به 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 به، واقعا به به. بیا ببینم بابا، تو ببینی درش نوچه تو من کاری ندارم، من خودتو میخوام. بیا به داداش. آتم کنه فریاد شیده است. آها، نفهمیدم، نمیفهمم ولی میفهمم. آقا یه نفر بیاد فریاد شیده است روش امتحان کن. کلیکاست جا من گذاشت. آها داداش بیا به من بده. بده من میخوام یکی دیگه هم به من بده. به من نمیده. آها پس از 3 روز عبور از دشت‌های بیابلف ریگجن به حاشیه جنگل رسیدیم. من و غلامی سیه شرده که راه بلد کرانه هیرمند است. بدون او گذر از ریگزار جن‌زده ناممکن بود. در سوی غربی ریگجن شهر کوچکی قرار دارد که نامش را با دفره گذاشتند. وای وای وای.
وای 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 یه لحظه من دوخیدم تو خودم. بابا بس دیگه. بابا بینی بابا. دیگه ها واسه ببینم اینجا چه نوتپدی رو گذاشتم. نوتپد نه یادداشتنامه. بادافره از شرق به ریگجن و از غرب به جنگل اژدها محدود می شود. مجسمه‌ای بزرگ از یلی تلومند در بازار شهر است که محلی ها هولماخ می نامندش. دور مچ دستش با گردنم برابری می کند. گویا در گذشته رئیس قبیله کوچنشینی بوده که به اینجا مهاجرت کرده اند. آها چه جالب واقعا. این باش واقعا دوستان حال کردین تو تای اول معما کامل بردم جلو. یعنی اگه من خودم نمیافتادم چرا من اینو سعی اومدم بعدم؟ یعنی تا یه جون میبینم.
بگی پیشیم بیریم بابا نفله نوت کم کردم من برای نبرد با تاریکی شمشیر نمیکشم، چراغ میافروزم. این جمله است که بر پای مجسمه کلماخ در بازار شهر نگاشته شده است. پیران شهر میگویند اندیشه کهن رهبر سابق قبیله امروز دیگر رنگ و بویی ندارد و مجسمه ترک خورده‌اش اکنون محل بازی بچه هاست. در شهر از هر کس مکان معبد اژدها را میپرسم، سر در گریبان فرو میبرد و با ترس از کنار من میگذرد. آره دیگه چیکار کنیم؟ چی میشه کرد؟ خیلی خوب دوستان، ما ویدیو الان تا اینجا پایان می‌یابد. ویدیو تا اینجا پایان می‌یابد و امیدوارم که از ویدیویی که می‌بینید و دیدین لذت برده باشید و خواهشاً سابسکرایب فراموش نکنید.